اگه جوری به زندگیت گره افتاده که هر چقدر بدو میکنی حل نمیشه، اگه مجردی نمیتونی ازدواج کنی یا ازدواج خوب نداری، اگه برکت از زندگیت رفته، اگه کلی به چالش و مشکل افتادی، اگه پول تو جیبته نمیتونی خونه بخری، ماشین بخری، اگه دیگه روابطت صفر شده، اصلا هر مشکلی که داری، فقط کافیه این ذکر ساده رو 40 روز انجام بدی. بعد ببینی چجوری درگاه برکت و فراوانی و سلامتی و آرامش به روی زندگیت باز میشه. حالا اون ذکر چیه؟ 40 روز وقتی که خورشید درست وسط آسمونه، یعنی بعد از اذان ظهر، کافیه 100 مرتبه تکرار کنی استغفر الله ربی و اتوب الیه و از همون روزهای اول معجزش رو میبینی. اینو حتما انجام بده، به عزیزانت بفرست تا تو کارمای خوب شریک باشی و بعد از چندین روز بیا از معجزاتی که تو زندگیت رخ داده برام بنویس.